روز و شبتون بخیر. هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. خیلی خیلی خوش آمدین دوستان و همکاران گرامی از سرتاسر دنیا. سلام به بینندگان گلمون. ما اینجا هستیم که یک سری اطلاعات خوب در مورد بیزنسی که داریم انجام میدیم بهتون بدیم و امیدوار هستیم که شما هم بتونین توی زندگیتون مسیری رو که دوست دارین پیدا بکنین. امروز راجع به فناوری میخوایم صحبت بکنیم. یک چیز خیلی معمول که هممون داریم باش دست پنجه نرم میکنیم و در واقع هر روزه داریم ازش استفاده میکنیم، هر کس به نحوی. تو این بیزنسی هم که ما داریم انجام میدیم، آنلاین بیزنس مارکتینگ، این فناوری خیلی داره به کمک ما میاد و واقعا خیلی داره دست یاری به طرف ما دراز میکنه و ما رو خیلی همراهی میکنه. امروز من و دوستانم اینجا میخوایم راجع به این مطلب حرف بزنیم. حتی اگر کسانی که بیزنسی نداشته باشن هم خیلی خوب هستش که بشنون، چون توی همه مراحل این میتونه کمک حالتون باشه. چه بچه مدرسه‌ای باشین، چه تو دانشگاه باشین، چه مهندس باشین، چه دکتر باشین، چه خانم خانه‌دار باشین، از همه این فناوری‌ها میتونین تو مراحل زندگیتون ازش استفاده بکنین. دوستان عزیز اینجا هستن، اسما همه هست، ولی اگه بازم میخوایم رو معرفی کنیم بفرمایید بریم سر بحثمون. آذر جون. منم سلام میکنم به همه کسانی که در این لحظه دارن ما رو تماشا میکنن و حتی کسانی که بعد از این ما رو تماشا میکنن. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم دوستان و میتونیم یه بحث گفتگویی دیگه با هم داشته باشیم. من خدمت همه دوستای عزیز که ممکن است عالم ما رو ببینن یا پسان در صفحه های هر کدام از ما این ویدیوی ما رو ببینن سلام و عرض ادب دارم. انشالله که هر جایی هستن اوقات خوش داشته باشن. منم سمانه هستم از کانادا، ونکوور. امیدوارم که روز و شب خوبی داشته باشین دوستانی که الان ما رو میبینید یا اینکه بعداً باز پخش من میبینید. منم جلال ناصری هستم از فرانسه. شب روز خوبی برای همگی آرزو میکنم. درود بر همتون. سلام به همگی، نانسی هستم. شب جمعتون بخیر و شنبه اگه در استرالیا یا کشورهای دیگه هستی. نانسی هستم. منم درود میگم به همگی، لحظات خوشی داشته باشیم. مرضیه هستم از هلند و در خدمتتون امشب. منم سلام عرض میکنم، فاطمه هستم از کانادا. امیدوارم هر جا هستین شب و روز خوبی داشته باشین. سلام به همه، منم دانا هستم. امیدوارم که امروز و امشب هر جا که هستین حالتون خوب باشه و بحث خوبی هم داشته باشین. زنده باشین همگی. خیلی خیلی خوش آمدین. اول بحثم هم همین مطلبی که قرار راجبش حرف بزنیم و یه توضیح کوچولو دادم. یه کوچولو من اینجا مطلب رو میگم، بعد واگذار میکنم به همکاران گلم که زیادم وقت بینندگانمون رو نگیریم. کاری که ما داریم الان توش انجام میدیم و مشغول هستیم هر روزه باهاش توی 7 پلتفرم مختلف صورت میگیره و البته فکر نمی کنم کسی از بین ما باشه که روی هر 7 فعال باشه. من خودم که نیستم، من فقط رو 5 تا فعالیت دارم و بعضی‌ها فکر میکنم کمتر یا بیشتر حالا. ولی به هر رو توی هر کدوم از این پلتفرم‌هایی که ما داریم کار میکنیم به تکنولوژی روز دنیا نیاز داریم و این تکنولوژی روز دنیا مثل زمان قدیم نیست. زمانی که من خودم دانشجو بودم واقعا خیلی سخت بود. بعد میرفتم تو کتابخونه دنبال منبع میگشتم، از این ور از اون ور کپی کن، نمیدونم از این جزوه بگیر بیا بنویس، برای خودت نوت برداری کن. الان این مسائل وجود نداره. یه گوگل داریم و همه چیز رو گوگل میکنیم و خیلی راحت در اختیار ما قرار میگیره. و این تکنولوژی هم که ما الان ازش استفاده میکنیم دقیقاً همین هستش که از گوگل به ما میرسه. یه سرچ میکنیم، پاسخ رو میگیریم و میریم دنبالش که ببینیم امروز چه اتفاقی تو دنیای مجازی افتاده و ما خودمون رو با اون آپدیت بکنیم. یه چیزی که من خودم خیلی باش راحت هستم همین چت جی پی تی هست و به دوستان عزیزم اگه نمیشناسن توصیه میکنم یه سری بهش بزنن که خیلی میتونه کمک حالتون باشه. هم میتونین ازش سوال بپرسین، هم میتونین بهش بگین یه داستان براتون بنویسه، میتونین ازش مقاله بخواین، میتونین ازش ترجمه بخواین. به هر زبانی هم که حرف میزنین زبان مادریتون چت جی پی تی کار میکنه و این واقعا خیلی نعمته به نظر من. توی کار ما هم ازش استفاده میکنیم. کار مارکتینگ، کار بازاریابیه، ما با کل دنیا سر و کار داریم و توی کل دنیا هم که میدونیم همه چی روز به روز رو به پیشرفته و ما هم نباید از این پیشرفت عقب بمونیم. آذر جان. خواهش میکنم، ممنونم مهر جان برای توضیحاتتون. از اونجایی که من خیلی دوست دارم همه چیز به زبان خیلی ساده راجبش توضیح داده بشه،
چون همونطوری که میدونیم مخاطبین ما همه اقشار هستن و همیشه خیلی دوست دارم توضیحاتی که میدم خیلی خیلی ساده باشه که برای هر کسی درکش خیلی راحت تر باشه. راجع به مارکتینگ که صحبت کردید، من داشتم یکی دو روز پیش به این فکر میکردم که بحث مارکتینگ از سالهای گذشته تا الان چقدر تغییر کرده و قبلا کار بازاریابی همون مارکتینگ چقدر سخت بودش قبل از اینکه بتونن همه از این فضای آنلاین استفاده بکنن. واقعا یه وقتایی طاقت فرسا هم میشد، ولی از زمانی که فضای آنلاین اومد و همه چیز تغییر کرد، دسترسی ها خیلی راحت تر شد. اون هم خیلی هر روز داریم میبینیم که چقدر راحت تر و همه چیز قابل دسترس تر میشه. در مورد استفاده از پلتفرم ها میخوایم امروز صحبت بکنیم. قبل از اون من یه تجربه که 2-3 روز پیش داشتم با یه عزیزی میخواستم راجع به اون صحبت کنم. داشتم راجع به اون یکی کارم باهاش صحبت میکردم، چون اون یکی کاری که من انجام میدم اون هم به صورت آنلاین هستش، ولی خب کلا داستان اون فرق میکنه. از من داشت میپرسید که حالا راجع به کارم یه توضیحاتی براش بدم و گفتم مثلا ما روی پلتفرم فلان و پلتفرم فلان کار میکنیم و کارمون اونجا هستش معمولا. و اتفاقا خب اون دوست یک آدم تحصیل کردن بود، ولی خیلی برای من عجیب بود که این سوال از من پرسید که میتونی منظورتو از پلتفرم بگی چیه؟ پلتفرم چی هستش آذر؟ من یه لحظه موندم، ولی خب گفتم خب اوکی، قرار نیست که همه بدونن، همه راجبش خیلی خوب بدونن. اومدم راجبش توضیح دادم براش. حالا معنی لغوی پلتفرم اگر میخوایم ما بگیم، معنی لغویش میشه یک سکو. توی فضای آنلاین یعنی یک فضایی که یک جایی که اونجا خیلی آدم میتونه بهتر دیده بشه و بهتر ببینه. توی فضای آنلاین هم اینجا یک فضایی هستش که در اون کاربرها میتونن با هم به راحتی در ارتباط باشن. همین شبکه‌هایی که همگی ما معمولا روزمره ازش استفاده میکنیم، مثل اینستاگرام، یوتیوب، گوگل، تیک تاک، پینترست، لینکدین و همین فیسبوک، اینها معمولا به صورت حالا به شکل دیگه ما میگیم فضای مجازی بهشون، ولی در واقع اینها همه پلتفرم هایی هستن، همون پلتفرم هایی هستن که ما باشون کار میکنیم. حالا اگه بخوایم توی سیستم خودمون، این فضایی که خودمون داریم توش کار میکنیم راجع بهش صحبت بکنیم، در مورد همین بیزینس ببخشید، در مورد این بیزینس اگه بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، یکی از قشنگترین مزیتایی که این بیزینس داشته این بوده که طرز استفاده، طرز کار با این تک تک این پلتفرم ها رو به یک زبان خیلی خیلی ساده با توضیحات خیلی خیلی خوب که برای هر کسی با هر سطح دانشی قابل درک هستش توضیح داده، آموزش داده. و باز قشنگتر از اون این چیزی هستش که نه به صورت مقطعی و یک زمان کوتاه که ما بتونیم از یک تایمی تا یک تایمی کار کردن با این پلتفرم ها رو یاد بگیریم و بگیم خب این تایم دیگه تموم شده و ما از حالا به بعد دیگه باید بیزینس خودمون رو شروع کنیم، کار خودمون رو شروع کنیم. آیا درست یاد گرفتیم، آیا درست یاد نگرفتیم؟ قشنگی این بیزینس به این شکل، این سیستمی که داریم کار میکنیم اینه که ما تا هر زمانی که بخوایم به این قسمت دسترسی داریم. و یک چیز خیلی جالب ترش این هستش که همونطور که فضای آنلاین تمام این پلتفرم ها هر روز دارن تغییر میکنن، آپدیت میشن و هر روز داریم میبینیم که یک چیز تازه توی یک کدوم از این پلتفرم ها داره میاد بالا، این سیستم هم دونه به دونه اینها رو برای ما آپدیت میکنه، به روز رسانی میکنه و سطح، یعنی طرز کار کردن توی هر کدوم از این فضاها به شکل بروز شدهش رو کاملا راحت برای ما در دسترس میذاره و ما میتونیم بریم خودمون رو آپدیت بکنیم، یاد بگیریم و به همین طور که این فضای مجازی، این سیستم داره آپدیت میشه، ما هم خودمون رو آپدیت کنیم که بتونیم کارمون رو بهتر پیش ببریم. این یکی از اون موضوعی بودش که من خیلی دوست داشتم ابتدای صحبتمون بهش اشاره بکنم و چیز قشنگی هستش تو این کار که ما میتونیم همیشه دسترسی داشته باشیم و هر روز یاد بگیریم توی این بیزینس. من دیگه حرفی ندارم فعلا.
میکروفون رو در اختیار دوستان میذارم. مرسی. فکر میکنم من باید برم. منم خیلی با خانم آذر موافقم و در ادامه صحبت‌های ایشون میخوام بگم که خوبی بیزنس ما ای است که هر کس در این بیزنس یک برند خاص خود داره و امروز اگه ما بخوایم راجع به برند توضیح بدم، برند منظور ای است که ما در اینجا به خاطری که از پلتفرم‌های همونطور که آذر خانم توضیح داد، پلتفرم یعنی همون شبکه‌های اجتماعی که ما استفاده می‌کنیم، هر کدام ما ممکن است از چند تایی از اونها استفاده کنیم یا فقط از یک دانش استفاده کنیم و چون هر کدام از ما از بک‌گراندهای خاص میاییم، یکی ما خانم خانه است، یکی ما دکتر است، یکی ما انجینر است، یکی امیال ما اینجا دوستای ما را که می‌بینین هر کدامشان پیشتر راجع به مسلک خود صحبت میکردیم. ما از پروژکت منیجر داریم، از داریم دیگه یادم نمونده بقیه دوستان. خلاصه ای که در این بیزنس آدم‌های مختلف با شغل‌های مختلف میآیند و خیلی از اونها ممکن است یگان تایشان بسیار در تکنولوژی بسیار بلدیت داشته باشند و در حد پیشرفته او را بفهمند. مثلا اینجا سما خانم بک‌گراند آیتی داشته یک زمانی و شاید او سما خانم خیلی راحت‌تر باشه با تکنولوژی، ولی مثلا من سیویل انجینر هستم، در تکنولوژی خوب هستم و او قدر شاید و امروی سوشال میدیا بلدیت نداشته باشم. ولی به قول خانم آذر و بقیه دوستا این سیستم یک رقم طراحی شده که شما با هر بک‌گراندی که وارد شوین این را آستاستا یاد میگیرین. فقط ما امروز میخوایم چون بحث ما راجع به تکنولوژی، یک قسمتی که اکثر دوستا نگران هستن مسئله زبان است که کسایی که شاید در استرالیا، آمریکا، کانادا باشن، او هم بخشی از کانادا مثلا زبانشان انگلیسی است یا شاید انگلیسی برایشان راحت تر باشه، ولی ما بسیاری از دوستای ما که در این بیزنس هستن، همکارای عزیز ما از اروپا هستن، از جرمنی، از هلند و یا فنلند، سوئدن، که اینا زبان نمیفهمن و تکنولوژی در کمک از اینا آمده. در قول خانم میری مثلا هوش مصنوعی، حالا هر کسی اپلیکیشن های مختلف آمده، میتونه یک اپلیکیشن در هر گوشی موجود است که گوشی، حالا من فکر نمیکنم گوشی های ساده کسی داشته باشه، کلگی یه دوستا گوشی های اسمارت دارن و میتونن با نصب یک سافت‌ور، یک نرم افزار، یک اپلیکیشن، تمام از اونها را به اصطلاح هر چیزی که صفحه موبایلشون میاد، مثلا من خودم بگویم من زبانم خوب است ولی شوهرم زبانش خوب نبوده، هیچ وقت لازم نداشته برای کار خودش زبان انگلیسی یاد بگیره و اونا که اینجا هستن کارشان همراه یک اپلیکیشن پیش میبرن که در موبایلشان نصب کردن و کل متن برای از اونا ترجمه میکنه. در این بیزنس ما هم که هستن اپلیکیشن های مختلف است که اینا دوستا میتونن استفاده کنن برای ترجمه و برای اینکه به اصطلاح بتونن مشکل زبان حل کنن. در کنار از او که تمام دوستایی که اینجا هستن هر کدامشان در یک بخش از آیتی یا تکنولوژی تبحر دارن که اونا همدیگه رو کمک کردن و اکثر به اصطلاح متریال، من نمیخوایم مشکلی است که اگه میخوای در این صاف صحبت کنی باز عموم مواد به اصطلاح ترجمه کردن و او وجود داره. و یکی در قسمت گوگل است، مثلا یک خانم خانه میخواید این بیزنس وارد شود یا یک حسابدار نمیفهمم یک علایق خاصی داره و میخواد صفحه خود صرف راجع به موضوع علایق صحبت کنن و کسایی که امی علایق دارن و در این زمینه مشترک هستن این خانم خانه رو به خاطر همون پستایش تعقیب میکنن. و در این دنیایی که حالا اینقدر پیشرفته شده، گوگل، هوش مصنوعی، چت GTP، اینا چیزایی هستن که برای تولید کانتنت یا تولید موضوع ما کمک میکنن. بنابراین خوبی از این بیزنس، ما اگه خلاصه کنم نمیخوایم زیاد صحبت کنم وقت زیاد چی شود، خوبی از این بیزنس این است که ما آدم‌های مختلف داریم و هر کدام از اونها مارک خود دارن. من صدیقه حسنی شاید هیچ کس صفحهش مثل من نباشه، به خاطر که اینمی صفحه است، اینمی خانه است، من هر رقم که دوست دارم اون رو دیزاین میکنم و کسایی که اینمی دیزاین من رو خوش دارن
یا اینمی مدل مرا خوش دارن، اینمی رقم مرا خوش دارن، اونا جذب من میشن. و یا خانم آذر نه دیزاینش، خانهش، صفحه فیسبوکش، اینستاگرامش، تیک تاکش یا لینکینش در سلیقه خودش است. و کسایی که سلیقه همراه خانم آذر هستن یا آقا جلال یا خانم مری یا هر کدام از دوستای ما دیگه، اونا میرن، اما کسی که باهاش همراهش راحت هستن این رو پیدا میکنن. این مسئله برندینگ بود و اینکه چطور ما تکنولوژی میتونه در برندینگ ما و کمک کنه. هیچ مهم نیست که ما در کدام فیلد هستیم، در کدام مرحله هستیم، در کدام لیول و توانایی هستیم. زنده و سلامت باشیم. بسیار عالی دوستان، خیلی قشنگ گفتن. برای خود منم که وقتی که وارد دنیای بیزنس آنلاین شدم، خب استفاده از فیسبوک و اینستاگرام اینا خیلی راحت بودش، ولی به این صورتی که الان داریم استفاده میکنیم من استفاده نمیکردم مثل خیلی از عزیزان دیگه. بک‌گراند منم آیتی نیستش، بک‌گراند من ادویکیشن هستش، مدیریت انجام میدم. ولی خب وقتی که وارد شدم آدم به قول صدیقه جون کم کم یاد میگیره، چیزایی که در اویلیبل هستش، در دسترس ما هستش، ما کم کم یاد میگیریم. بر خود منم یکی از کارهایی که از نظر دیجیتال مارکتینگ ما داریم انجام میدیم ساختن محتوا هستش. وقتی که برمیگردیم به پست‌های اولمون که نگاه میکنیم میبینیم چقدر ساده، چیزای خاصی شاید استفاده نکردیم. ما هم مثل عزیزانی که تازه وارد میشن خب نمیدونستیم که چی باید استفاده بکنیم و همیشه خب بیسیکلی سیمپل بودن، همیشه ساده بودن بهترین چیز هستش. ولی خب اپلیکیشن هایی هستش که به ما کمک میکنه بتونیم محتویاتمون رو بهتر ارائه بدیم، خودمون رو بهتر به عزیزانی که دارن ما رو نگاه میکنن یا مثل خودمون هستن بشناسیم و بگیم که کی هستیم. منم از خیلی از اپ هایی که الان اویلیبل هستش دارم استفاده میکنم. یکی از چیزهایی که خیلی دوست دارم من کپشن هستش. کپشن چیزی هستش که زیرنویس میذاره. حتی من امتحان کردم دیدم میتونه من وایس منم، صدای منم عوض بکنه، مثلا بذاره من میخوام فرانسه صحبت کنم، فرانسه بشه. چیز جالبی بود ولی استفاده نمیکنم اینو، ولی خب این کارا رو هم میتونه انجام بده اگه کسی بخواد. من معمولا از زیرنویس استفاده میکنم. مثلا اگه فارسی صحبت کنم زیرش میذارم انگلیسی، اگه انگلیسی صحبت میکنم زیرش میذارم فارسی. خیلی خیلی خوب هستش. و منم همینطور از کنوا استفاده میکنم که بلد نبودم کنوا رو یاد گرفتم. یعنی چیزی نیستش که آدم بگه که مثلا نمیتونم، چیز عجیب باشه، از دنیای خارج باشه. آدم کم کم یاد میگیره، یک قدم برداره هر روز جلو، یه چیزی رو یاد گرفته. و بازم هنوزم چیزایی هستش که اپایی که آدم استفاده میکنه همشو 100% بلد نیستیم. ما اینجا چیز نیستیم، استاد نیستیم در اپ ها، ولی استفاده میکنیم. کسی هستیم که استفاده میکنیم، مثل ترینیشیپ هستیم در دورش. چون من از نظر ادویکیشن هستم، همیشه میگم یادگیری هیچ وقت انتها نداره. چه سنی باشی، چه سالی باشی، چه خطبه درسی باشی، ما همیشه در یادگیری هستیم. و چیزایی هم که در جامعه داره پیش میاد، مثل اپلیکیشن های جدیدی که داره میاد، AI هستش. دوستانی هستن که مثل ما شاید دوست ندارن که بیان جلوی دوربین صحبت بکنن. خیلی هستن از ما میپرسن ما بیایم کاری که شما انجام میدین انجام بدیم. نه، دقیقاً هر کی باید خودش باشه، یونیک خودش باشه. برای اینکه اگه ما خودمون نباشیم نمیتونیم هیچ کاری رو انجام بدیم، چه در آنلاین و چه آفلاین. بنابراین خب اپ‌هایی هست که به عزیزان کمک میکنه. من همین بیشتر کنوا و کپشن رو خیلی دوست دارم و چت جی پی تی هم که دوستان گفتن یکی از چیزایی که گوتوی برای من همیشه استفاده میکنم. بعضی وقت من از اون موقعی که اومدم توی این بیزنس آنلاین، یه چیزی من که خیلی خوب شده از همین چت جی پی تی استفاده از فارسی درست، حالا درست صحبت میکنم یا نه، همیشه اشتباه میگفتم. بعدم وقتی میرفتم نگاه میکردم یا لایو بود یا گذاشتم توی پیجم، بعد میفهمیدم اصلا کلمه اشتباه بود. ولی خب آدم از همین یادگیری هستش که اشتباهی هستش که یاد میگیره. به هر حال هنوزم کامل نیستم، ولی میتونید عزیزان استفاده بکنید و فکر میکنم که همین که کانفیدنس به شما میده این اپ ها، یا خود آدم میاد صحبت میکنه توی دوربین. ما هیچ کدوم فکر نکنم میرفتیم لایو، میرفتیم قبلا توی فیسبوک و اینجوری شاید میرفتیم یک جشن، یک پارتی، یه دونه میذاشیم از پشت نشون میدادیم مثلا آتش بازی که انجام میشد، ولی خودمون توش نبودیم. به هر حال پیشرفت در این بیزنس و یادگیری در این بیزنس بسیار عالی هستش. مرسی عزیزم. خانم نانسی با کنفیانس تموم کردن صحبتشونو، میشه همون اعتماد به نفس. ببینید دوستان مستقیم اشاره کردن به هر حال پلتفرم‌های مختلف یا ابزارهایی که میشه ازش استفاده کردش.
بس از بابت دنیای دیجیتال من حالا برگردم یه گذری کنم به تاثیرش تو زندگی اجتماعی خود ما انسان ها. ببینید حداقل چیزی که داره، ما وقتی که آشنا میشیم کلاً با این دنیای دیجیتال، اگر یه ذره بخوایم برگردیم به عقب به خاطر اینکه بتونیم راحت‌تر احساس کنیم از مطلبی که میخوام صحبت کنم، نگاه میکنیم به بعضی وقت به پدر مادرها یا پدر بزرگ مادر بزرگا با همین کنترل تلویزیون ناآشنا هستن خیلی هاشون، یا حتی تلفن خیلی و هستن کسایی که به هر حال ناآشنا میگن که میشه این کانال رو عوض کنی، یا مثلا یه جوری به هر حال سعی میکنن از همون یه کنترل کوچولو که چند تا دونه دکمه داره حالت حفظ کرده در حقیقت از جاهاش استفاده کنن برای عوض کردن یک کانال یا جابجا کردن چند تا کانال. معذرت میخوام. ببینید اینا این تاثیراتی که توی زندگی ماها داره. ما هم حالا در هر سن و سالی هستیم، با توجه به پیشرفتی که تکنولوژی داره، پیشرفتی که در سرعتی که داره، اگر نتونیم، حالا نمیگم حتما باید بیایم متخصص بشیم توی هر زمینه‌ای، ولی حداقل هایی رو بتونیم یاد بگیریم یا بتونیم چجوری از این ابزارها استفاده کنیم. اونم به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بتونیم فردای روز با پیشرفتی که داره، یعنی نشون میده که امکان داره انقدر تغییرات زیاد باشه که روزی برسه که نتونیم از خیلی چیزا استفاده کنیم، یعنی خیلی ابزارهایی بیاد که توانایی ما رو در حقیقت کم کنه. ما هم هر چقدر تواناییمون در زندگی کم بشه، در حقیقت من کردنمون هم بیشتر میشه. به جای اینکه من کنیم صحبتامون خیلی قوی صحبت کنیم که برمیگرده به همون کنفیانسی که خانم ناسی صحبت کردن که در حقیقت همون اعتماد به نفس هستش، نتونیم اعتماد به نفسمون قوی نگه داریم. واقعا من بودن، من نمیگم من بودن چیز خوبیه، ولی من بودنی که بتونیم راحت زندگی کنیم به من میفتیم در حقیقت. دو روز دیگه میخوایم با نوه‌هامون صحبت کنیم، با بچه‌هامون صحبت کنیم، میبینیم که تفاوتی که بین ماها هست با اونا انقدر اون تفاوت زیاده، انقدر فاصله زیاده که ناخودآگاه اصلا اثر میذاره توی روابطمون. یعنی حتی نمیتونیم یک رابطه خیلی راحتی رو با در حقیقت نسل بعد از خودمون برقرار کنیم و این لطمه هایی میتونه بزنه به لطمه های واقعا روحی میتونه بزنه، آزاردهنده میشه و زندگی رو یه جورایی مزه زندگی رو کم میکنه. برای دوستان خیلیشون اشاره کرد مستقیم به ابزارهایی که در دنیای دیجیتال هستش، ولی دانستن این ابزارها که آنچنان هم پیچیده نیست، یعنی با مقداری در حقیقت بروز شدن، همراه شدن باهاش میشه واقعا آینده رو شیرین ترش کرد، لذت بخشتر کرد. مثلا در همین بیزینس که ما هستیم هستن افرادی که با سن و سالهای اومدن داخلش که یک روزی حتی نصب کردن یک سری از همینا رو واقعا براشون سخت بوده، امروز دارن باش کار میکنن، دارن ازش استفاده میکنن. خب این خیلی شیرینه. این نشون میده که در حقیقت توی مسیری قرار گرفتن که هر چقدر این پیشرفت جلوتر بره، اینا هم به راحتی میتونن همراه باشن. یعنی ما هم میتونیم به راحتی باش همراه باشیم و همراه شدن در حقیقت لذت بردن بیشتر از زندگی هست و همراه شدن با عزیزانمون، حتی با نسل بعد از خودمون. اینا جزو شیرینی‌های زندگی هستش. امیدوارم برای همه چنین چیزی در حال به نوعی رقم بخوره و هر چی لذت ببرن. خانم سمایه عزیز بزرگوار خدمت شما. خیلی ممنون، مرسی. زدم به یه مسیر دیگه ای کردم، گفتم نه خیلی جالب بود صحبتتون. من اصلا به فکر فرو رفتم. آره، چون تکنولوژی انقدر سرعت رشدش زیاده که واقعا گپ میندازه بین جنریشن ها. خب همونطوری که مثلا من با پدر و مادر خودم یه فاصله گرفتم به خاطر تکنولوژی، دارم فکر میکنم که ممکنه این اتفاق برای من و بچه‌م بیفته. داشتم با صحبت شما به این مسئله فکر میکردم. صدیقا جون لطف کردن گفتن که من چون حالا بک‌گراندم آیتی بوده تو این بیزنس شاید یه چیزایی رو بدونم و اینا. من خواستم اینجا بگم که واقعیتش تمام چیزایی که من تو این بیزنس یاد گرفتم، فکر کنم
80% برام تازگی داشت. یعنی توی هیچ دانشگاهی و هیچ رشته‌ای فکر کنم که اینا تدریس نمیشه به صورت مستقیم. علم دیجیتال مارکتینگ که اصلا یه علم مستقلی شده امروز، یعنی شاید قبلا مثلا زیر مجموعه بازاریابی بوده، زیر مجموعه مثلا MBA بوده، یه چیزی بوده، ولی الان این علم انقدر خودش وسعت پیدا کرده که فکر کنم مثلا خودش یه شاخه جدید ادویکیشنه. نانسی جون شاید بهتر از من بدونن، ولی این سیستمی که ما اینجا داریم یاد میگیریم کاملا تازگی داره برای من و قشنگیش اینه که ممکنه هر تیکش رو مثلا آدم یه جایی بشنوه، یه جایی یاد بگیره توی کورسی یه چیزی، ولی اینکه همه این پکیج در کنار هم قرار گرفته این چیزیه که واقعا خیلی ارزشمنده. چون فکر کنم که شاید برای اولین بار یه جایی همه این پکیج در کنار هم قرار گرفته که یه نگاه کلنگر داره. حالا هر جلسه ما داریم راجع به یه بودش صحبت میکنیم، خیلی چند بودیه، ولی امروز راجع به تکنولوژی شما عزیزان صحبت کردید. من این تکنولوژی که اینجا استفاده میکنیم خودم تو ذهن خودم یه طبقه بندی کردم. ما از این تکنولوژی استفاده میکنیم بر ارتباطاتمون. ما از طریق سوشال میدیا، پلتفرمایی که شما فرمودین، ارتباط برقرار میکنیم با افراد مختلف، با در واقع اودینسمون، مخاطبمون، مشتریمون و هر کسی که به هر حال ممکنه که ما رو فالو کنه. از اون طرف ما یه ابزار ارتباطی دیگه داریم، زومه، که ما زوم میتینگ داریم با همکارامون، جلسات استراتژیکمون رو با هم دیگه هفتگی برگزار میکنیم، با هم دیگه تبادل اطلاعات میکنیم، برینستورمینگ داریم و این هم خب یه تکنولوژیه که شاید مثلا چند سال پیش اگه ما می‌خواستیم جلسه بذاریم حتما باید توی اتاق در کنار هم قرار می‌گرفتیم، ولی الان به لطف این ابزارها ما میتونیم از تمام دنیا در کنار هم قرار بگیریم با یه لپتاپ یا با گوشی همراهمون، به هر حال با هم دیگه جلسه داشته باشیم، فایل شیر کنیم، اطلاعاتمون رو شیر کنیم و با همدیگه یه نتیجه گیری بگیریم. این خب یه چیزیه که واقعا تکنولوژی امروزه و خیلی ارزشمنده. حالا فردا نمیدونم این تکنولوژی چه شکلی بشه. یه دسته ابزارهای دیگه تکنولوژیمون ابزارهای طراحیمون هستن که برای تولید محتوا استفاده می‌کنیم. دوستان نام بردن، کنوا هستش، اینشات هستش، یا ابزارهای دیگه که ما برای تولید محتوا استفاده می‌کنیم، کارهای گرافیکیمون، کارهای ویدیوییمون. خب اینا رو من خودم اصلا باهاشون قبلا کار نکرده بودم، بلد نبودم. توی این بیزینس ما یاد گرفتیم با اینا کار کنیم و از تجربیات همدیگه هم استفاده می‌کنیم. اینجا هر یه نکته جدیدی یاد میگیره میاد شیر میکنه، میگم اوکی مرسی که شیر کردی، چون که واقعا هر چیزی آدم بخواد خودش تجربه کنه ممکنه یه عمر طول بکشه، ولی اینجا زود یاد میگیریم به خاطر اینکه از تجربیات دیگران هم استفاده میکنیم دیگه. یه گروه دیگه از در واقع برانچ تکنولوژی که ما استفاده میکنیم سیستم اتوماسیونیه که در واقع پشت این بیزینسه، که اون فرایندی که ما باید اجرا کنیم، اون سیستمی که ما باید اجرا کنیم رو این سیستم اتوماسیون داره اتوماتیکش میکنه که یه سری کارهای تکراری رو دیگه آدما انجام ندن، ماشین بر ما انجام میده. وقتی که ما حتی خوابیم، حتی توی ساعتی که ما کار نمی‌کنیم، سیستم داره پشت سر بر ما کار میکنه تو بک‌گراند و خب به هر حال یه مقدار کارمون رو سبک کرده. و چیزی که من امروز خیلی دوست دارم بخش تحلیل داده است و بخش داشبوردهای مدیریتیه که ما استفاده میکنیم که تو همه بیزنس ها به حال تحلیل داده و دیتا ساینس اصلا امروز دوباره این هم یه رشته جداگانه شده. قبلا شاید با کامپیوتر بود ولی الان دیتا ساینس خودش یه علم جداگانه است که شما میدونین قبلا مثلا اگر که یه بیزنسی میخواست که در واقع نیازسنجی مشتری انجام بده، باید با مشتری صحبت میکردن. حتی شما یه مغازه ساده رو در نظر بگیرید، یه مشتری که وارد میشد ازش میپرسیدن، سعی میکردن فیدبک بگیرن. اون کاسبای قدیمی میپرسیدن راجع به محصولی که مثلا فرد دریافت کرده، راضی هست نیست، خوبه بده، سعی میکردن اطلاعاتشون رو تکمیل کنن. ولی امروز دنیا پر دیتاست، اینا همش دیتاست، ولی دیتا دیگه انقدر زیاده واقعا به درد ما نمیخوره. بعدن اومدن مثلا بیزنس ها فرم گذاشتن، پرسشنامه گذاشتن، بعد الکترونیکیش کردن که بتونن راحت‌تر تحلیلش کنن. ولی امروز دیگه مثلا بعد از حالا سیستم CRM که در واقع اونم جزء تکنولوژی جدید به حساب میاد، ولی امروز دیگه هیچ بیزینسی شاید از مشتریش مستقیما سوال نکنه که چی میخوای، خوبه بده سرویسی که دارم بهت ارائه میدم. دیگه رفتار مشتری رو تحلیل میکنن بر اساس دیتایی که میگیرن از سیستم‌های اطلاعاتی مختلف. اطلاعاتی منظورم امنیتی و اینا نیست، منظورم در واقع اون دیتایی که توی جهان
مجازی در حال تراکنش هست، اطلاعات رو تجزیه تحلیل میکنن، در واقع از دیتا به اینفورمیشن میرسن، از اینفورمیشن به نالج میرسن، از نالج به ویزدم میرسن و وقتی که ویزدم شد دیگه ما میفهمیم که این مشتری ما الان چی میخواد و قدم بعدی چیه. الان شما فکر کنم اینو هممون توی سوشال میدیا تجربه کردیم، توی فرآیندهای اصلا توی گوگل شما یه چیزی رو سرچ میکنی، فردا میری توی اینستاگرام، حالا شما با مثلا گوشیت سرچ کردی، توی لپتاپت میری باز میکنی، تبلیغ همون چیز برای شما میاد. این در واقع همون AI هستش دیگه که همون دیتا ساینس داره کار خودش رو میکنه، متوجه شده که شما دنبال چی هستی تو جهان مجازی و داره هی به شما آفر میده گزینه‌های مختلف و اون چیزیه که در واقع ما هم اینو توی بیزنس خودمون توی داشبوردهای مدیریتیمون میبینیم، این تحلیل داده رو داریم و بر اساس اون در واقع بر هر بیزنس اونری تصمیم سازی میشه که الان قدم بعدی باید چی باشه و این هم یه چیزیه که تکنولوژی جدید روزه و ما داریم استفاده میکنیم ازش که خیلی هم مفیده. من صحبتو میسپرم به دوست بعدیمون، نمیدونم مری جون یا دانا جون، من نمیدونم این ولی با اجازه دانا جون من شروع میکنم. ضمن که صحبت همه همکارامو تایید میکنم، من میخوام یه زاویه دیگه این ماجرا رو نگاه کنم. به لطف بیزینسمون خوشبختانه یه پکیج کامل ترینینگ داریم که میتونیم از طریق اون آموزش ببینیم که چطور از طریق پلتفرم ها بتونیم ادورتایز کنیم. خب من خودم هم یکی از آدمایی بودم که درسته کامپیوتر رو میشناختم، با کامپیوتر کار کرده بودم، اما با سوشال مدیا چندان دوست نبودم. خب هممون استفاده میکنیم در روزمرگیمون، صفحات خیلی میریم چک میکنیم، ولی به صورت جدی هیچ وقت بهش نگاه نکرده بودم. ولی خب به لطف آموزشایی که در این بیزینس داشتیم خوشبختانه تونستم از پسش بر بیام. خب وقتی که بیزینس تو شروع میکنی، از ابتدا شروع میکنی، آروم آروم یاد میگیری که چطور اصلا ارتباط برقرار کنی با آدینست، با شخصی که در برابر تو قرار داره. بالاخره ما یه چیز خیلی خوبی رو تجربه کردیم و میخوایم اینو به دیگران ارائه بدیم، پس باید اول سلیقه دیگران رو بدونیم. کم کم وقتی که آشنا میشی بیشتر و بیشتر، مجبور میشی، یعنی خواه ناخواه میفتی تو این فیلد که باید با فناوری جلو بری، نمیتونی تو همون لول اولت باقی بمونی. چون وقتی که وارد میشی متوجه میشی که آدم‌ها سلیقه‌های متفاوت دارن و من الان باید یک مجموعه خیلی بزرگی رو راضی نگه دارم. خب الان باید رو گفتارم تأثیر بذارم، رو رنگ، از نظر گرافیک، از نظر اینکه خب حالا من به زبان فارسی میخوام حرف بزنم، میخوام برای انگلیسی هم این قابل فهم باشه، خب یه زیرنویس لازم دارم. وقتی که به این مراحل میرسی ناگزیر میشی به این که همراه بشی با فناوری، دوست بشی و قدم به قدم باهاش جلو بری. اینجاست که نمیتونی واقعا ایگنور کنی خیلی از اپلیکیشن ها رو، باید از تمام اپلیکیشن ها استفاده کنی. وقتی که برمیگردی صفحه خودت رو 2 ماه پیشش رو نگاه میکنی، خب میبینی که من چقدر ساده عمل کردم و وقتی میخوای بیاری جلوتر دوست داری این زیبایی رو بیشتر بتونی بیان کنی توی صفحت. حالا این میتونه جنبه گرافیکی داشته باشه، میتونه طرز فکر باشه، میتونه بیان و گفتار ما باشه. تمام اینها مجموعه‌ای هستن که قابلیت کار ما رو بالا میبرن، یعنی قابلیت ما رو در ارائه کار خوب بالا میبرن. به یه مرحله میرسیم که ناخودآگاه مقایسه میکنیم. همونطور که سما جون گفت، الان سیستما طوری هستن که افکار ما رو میخونن، یعنی یه چیزی رو که ما میریم توی اینستاگرام 2-3 بار نگاهش میکنیم، جاهای دیگه هم که میریم میبینیم همون به ما آفر میکنه. خب این برای خود ما هم اتفاق میفته. به جایی میرسیم که میبینیم که اوکی، حالا من باید بررسی کنم، ببینم که واقعا چه کار باید بکنم که بیشتر و بیشتر بتونم آدینسم رو راضی نگه دارم. تمام ایناست که در مسیر این بیزینس ما رو برون میداره که با فناوری جلو بریم. نمیتونیم فناوری رو ایگنور کنیم، نمیتونیم انکار کنیم که اوکی من الان در حدی که میدونم کافیه. نه، همیشه چیزایی هستش که ما بهشون نیاز داریم. به خاطر این واقعا لازمه که اطلاعاتمون رو بروز کنیم. تمام سیستم ها و پلتفرم ها
فکر میکنم شاید اگر بگم ماهی یک بار شاید اشتباه نکرده باشم که آپدیت میشن، پالیسیشون تغییر میکنه، دیزاین صفحاتشون تغییر میکنه. یه آیتمی که تو توی صفحه یه جا پیدا میکردی میری میبینی الان همون صفحه است ولی اون آیتم پیدا نمیکنی، باید بری بیشتر بررسیش کنی. پس همه چی واقعا داره در مسیری میره که ما درجا نمیتونیم بزنیم، باید باهاش قدم به قدم پیش بریم و خب مسلمه کیفیت کار خودمونم بالا میره وقتی که وارد کار میشی، وقتی که پیشرفت میکنی، وقتی که داری میبینی که اوکی چقدر الان من آدینس دارم، چقدر آدمایی هستن که تو صفحه من میان، اعتماد اونها رو باید جلب کنی، باید نظرات اونها رو واقعا تامین کنی، به خاطر این خب ناگزیری که با فناوری پیش بری. حالا من میدم به دوست عزیز بعدی. فاطمه جان هست. خواهش میکنم. ممنون از همه دوستان. من میخواستم راستش از یک زاویه دیگه به این قضیه نگاه کنم. داشتم صحبتهای شما رو گوش میکردم. صحبتهای آقا جلال که رسید دقیقاً موضوعی بود که من داشتم بهش فکر میکردم. حالا من یه خورده شخصی ترش میکنم. میخواستم راجع به پدر خودم صحبت کنم توی این بیزینس. من پدرم بالای 82 سال سن داره و با کمال تعجب که خب چون ایران هستن از ما دورن، ما همیشه بچه‌ها که چون اینور هستیم امکان این که با توجه به اینترنت ایران بخوایم تماس داشته باشیم خب خیلی سخته. من واقعا با کمال تعجب دارم میبینم پدرم داره قشنگ با تلفن میتونه تو فیس تایم، توی واتساپ، توی مسیج برای ما پیام بده، تصویری با ما صحبت بکنه، خودش میره به VPN وصل میشه. یعنی من فقط این صحبت کوتاهو میخوام اینجا بگم دوستایی که دارن ما رو الان تماشا میکنن یا بعدن لایو ما رو میبینن از این تعجب نکنن، از صحبت‌های دوستای و همکارای ما تعجب نکنن که بگن وای این چه بیزینسیه، دیجیتال چیه، یا مثلا کلمات قلمبه سلمبه است ما متوجه نمیشیم، بترسن از این که بخوان وارد یه همچین دنیایی بشن. نه واقعا اینطوری نیست. وقتی پدر من که 80 خورده‌ای سنشه و تحصیلات دانشگاهی هم نداره و واقعا شاید در حد چند باری که پیششون بودیم ما رو دیدن، از ما پرسیدن و یاد گرفتن و تونستن الان دارن با نمیگم تکنولوژی به طرز خیلی حرفه‌ای داره انجام میده، نه، ولی همین که میتونه از اون سر دنیا خیلی راحت با بچه‌ها در تماس باشه، پیام بده، بنویسه و بخونه، عکس بفرسته، تصویری صحبت بکنه، VPN وصل بکنه. وقتی پدر من میتونه، مطمئناً شماهای دیگه دوستای عزیزی هم که تو شرایط سنی جوانتر هستین حتما میتونین این کار رو انجام بدین. ترس نداره، استرس نداره، یادگیریه. خب ما هم الان این بیزینس رو که شروع کردیم، واقعا من خودم به شخصه چون هیچ وقت تو اینستاگرام فعال نبودم واقعا نمیدونستم چجوری باید اینستاگرام حتی یه پست بذارم. خب این شاید مثلا اگر من از کسی میپرسیدم خودم خجالت میکشیدم، میگفتم من مثلا اینستاگرام بلد نیستم، ولی واقعا اینطوری نیست. حتی شاید یه خانم خونه‌دار از من اینستاگرام خیلی بهتر بلد بود، در صورتی که من سالیان سال دارم پای کامپیوتر کار میکنم، بیگانه با تکنولوژی نیستم، با چت جی پی تی بیگانه نیستم، خیلی کارا رو ممکنه بکنم، ولی خب اینستاگرامو چون دوست نداشتم هم هیچ وقت کار نکردم. اما میخوام بهتون بگم که واقعا این دنیای مجازی، این دیجیتال بودن، این فناوری های روز خیلی دور از دسترس نیست. یعنی ما همه میتونیم یاد بگیریم. وقتی افراد مسن‌تر میتونن یاد بگیرن، قطعا ما هم میتونیم یاد بگیریم و میتونیم فاصله‌ای که بین ما و نسل بعد از ما هستش رو روز به روز کمتر بکنیم. و من خودم به شخصه میبینم از روزی که وارد این بیزینس شدم تا الان که شاید بیشتر از 1 سال داره میگذره، چیزایی یاد گرفتم که هیچ وقت تو زندگیم راجع به دیجیتال نمیدونستم، راجع به دنیای مجازی، فضای مجازی نمیدونستم. انقدر این ویدیوها و آموزش‌هایی که در اختیار ما قرار گذاشته شده بیسیک هست و ساده نوشته شده و روش فکر شده و کار شده که من فکر میکنم هر کسی که یه سواد کم انگلیسی بلد باشه، یعنی بدون یکم در حد خیلی مختصر، چون به هر حال ما ویدیوهامون هم همه به زیرنویس داره، به فارسی، به هر زبانی قابل ترجمه هست و میتونه ویدیوها دیده بشه، اما یه بیسیک انگلیسی که بلد باشه راحت میتونه این بیزینس رو برای خودش داشته باشه، یاد بگیره و روز به روز توی این بیزینس پیشرفت بکنه. خیلی ممنون از اینکه به من وقت دادیم و سرتون رو درد آوردم. خب خدا قوت همگی تا اینجا. بذارین کارما دیجیتال مارکتینگ. من میخوام در کنار همه نکات مثبت و درستی که گفتین در مورد یکم مارکتینگ صحبت کنم و با این شروع کنم که مارکتینگ سنتی کار نمیکنه، دیگه کار نمیکنه.
صدای منو میشنوین الان؟ الان بله. الان میشنوین؟ من نمیدونم تا کجای صحبت، اصلا نمیدونم تا کجای صحبت منو شنیدین. گفتین مارکتینگ سنتی کار نمیکنه. ما برای سالهای خیلی زیادی میدیدیم که بیلبوردهای تبلیغاتی تابلوهای بزرگ و فلتی هن که شما میتونین عکس یه برند یا یه محصول رو ببینید، اما الان اگه نگاه کنین میبینین همشون 3D و LED هن. گوگل رو گفتید همگی، دقیقاً یادم میاد سال 97 یا 98 ما تازه گوگل شروع کرد کارشو. اصلا تا قبل از اون باید 100 تا کتاب میذاشتی جلوت، ساعتها وقت میذاشتی، 10 تا مقاله میخوندی تا بتونی یه اطلاعاتی در مورد یه چیزی جمع‌آوری کنی. تازه گوگل که واسه سالها قبل، چت جی پی تی که برای 1 سال پیشه که حالا این AI اومده و اینکه این امکان رو به همه داده که بتونن بیان استفاده کنن، حالا یه اطلاعاتی در مورد هر چیزی که بخوام بتونن فراهم کنن. من نمیخوام در مورد اون هیته کاری که مربوط به تحصیلم صحبت کنم چون مستقیم مربوط به تکنولوژیه، ولی میخوام بگم که این تغییر و این پیشرفت و هر کسی تو هر هیته‌ای که داره کار میکنه میبینه. ما تا 10 سال پیش هیچ درمانی برای بیماری پارکینسون نداشتیم، الان دارن به راحتی رو درمان میکنن، دارن روی جلوگیری یا پیشرفت سلولای سرطانی کار میکنن که با توجه متاسفانه به سونامی سرطانی که ما داریم، کسی که در حوزه زیبایی داره فعالیت میکنه تا 10 سال پیش اون محصولات و روش‌های مراقبت از پوست و مو متفاوت بود چون استایل زندگی افراد متفاوت بود. مستقیما توی این بیزینس اومده چی کار کردی؟ قطعاً یه سیستم فکری درستی پشتش بوده، اومده گفته همه افراد امروز به یه نوعی با سوشال مدیا در ارتباطن، یکی برای تفریح و سرگرمی ازش استفاده میکنه، یکی برای آموزش ازش استفاده میکنه، یکی برای پروموت کردن بیزینسش استفاده میکنه. یعنی تصمیم درست در زمان درست گرفته و این اصلا خودش جای یه ریویو مجددی داره که چطوری این کمپانی که 50 سال داره فعالیت میکنه، 50 سال پیش روش‌های مارکتینگ مثل امروز نبود، ولی همین که 50 سال داره فعالیت میکنه و موفقه نشون میده که از تریک‌های درستی استفاده کرده. اومده تمام این تکنولوژی که همه دوستان بهش اشاره کردن در یه پکیج آموزشی آورده و همه این پلتفرم‌های مختلف رو با هم کامباین کرده، جمع کرده که برای شناسوندن و اطلاع رسانی یه محصول یا یه برند به مردم ازش استفاده کنه. یعنی میخوام بگم وقتی که تمام این جنبه‌ها در نظر گرفته شده، وقتی یک کمپانی با این وسعت و با این قدمت و سابقه تونسته یه همچین کار موفقی رو انجام بده، پس قطعاً ارزش یه بررسی، حداقل یه بررسی رو میتونه داشته باشه. مرسی. مرسی از شما عزیزان، ممنونم. اطلاعات بسیار کامل بود و همه هم تجربیاتشون رو در اختیارتون گذاشتن و همین که چیزایی که یاد گرفتیم رو در اختیارتون گذاشتیم. دانا جون هم به بهترین قسمت مسئله اشاره کرد که بیاین و خودتون ببینین، چیزی رو از دست نخواهین داد، خیلی چیزها رو به دست خواهین آورد. چون توی بحثمون هم اشاره شد ما کاری بکنیم که با نسل آیندهمون فاصله رو کم بکنیم، به عنوان پدر، مادر، حتی مادر بزرگ، پدر بزرگ، چرا که نه؟ چون اینا خودش میتونه باعث بشه که روابطمون خیلی نزدیکتر و صمیمانه تر بشه. واقعیت قضیه همینه. الان ما 2 تا گل اینجا داریم برای آذرجان و سماجان، این 2 عزیز بچهای کوچیکی هستن و واقعا از اینا بپرسی شاید بیشتر از ما از تکنولوژی میدونن، چون بچهای الان مثل زمان ما نیستن که تو مدرسه ما فقط قلم و کاغذ دستمون بود. اینا الان همشون پشت مکبوک میشینن، پشت لپتاپ میشینن و وقتی هم بهشون میگی با قلم بنویس میگه نیازی ندارم، من دارم تایپ میکنم، چه نیازی داره من قلم دست بگیرم. یعنی دنیا داره اینجوری پیشرفت میکنه و این بیزنس ما برای خود من واقعا قدمی بوده که تونستم خیلی خودم رو توش رشد بدم و خیلی وقتا سوال میپرسیدم ولی الان دیگه این سوالات رو نمیپرسم، خیلی خودم رو رشد دادم و همین ترینینگ هایی که اشاره شد، تکنولوژی، اپلیکیشن هایی که بهمون معرفی شده، همه با همه دست به دست هم دادن و باعث میشه که زندگیمون هم لذتش بیشتر باشه
و همین که آدم وقتی دانسته هاش بالاتر میره روحیش هم بهتر میشه و این باعث میشه که زندگی رو شادتر جلو ببره. و چیزی هم که هممون از این زندگی میخوایم یه زندگی داشته باشیم که آرامش داشته باشیم و شاد باشیم و در کنارش درآمد خوب داشته باشیم که خب این بیزنس این رو هم داره به ما هدیه میده. شیرین ترین قسمتش. دقیقاً. تا اینجای برنامه با ما بودین، خیلی ممنون. مرسی از شما همکاران نازنین از همه جای دنیا. میدونم که بعضیاتون خیلی دیر وقتتون هست، مرسی که وقت گذاشتین. و دوستان عزیزی که میخوان به ما بپیوندن مثل همیشه اسم و ایمیل آدرستون رو بفرستین یا خودتون مستقیما تشریف ببرین تو هر وبسایتی که دوست دارین، چون هممون زیر ویدیو وبسایت ها رو خواهیم گذاشت. ریجیستر بکنین و مشتاقانه منتظر هستیم که دانسته هامون رو باتون شیر بکنیم. اگه مطلبی نمونده خداحافظی کنیم. خیلی ممنون. خیلی ممنون همگی. من از کوچولی آذر خانم تشکر میکنم چون به هر حال یک مرتبه ایده صحبت رو من با توجه به چیزی که تو ذهنم بود تغییر پیدا کرد، مطلب دیگه صحبت کردم. ممنون. شب روز همگی خوش. خدا نگهدار. خداحافظ. خدا بخیر، وقتتون بخیر. خدا